سلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. امروز برایتان یک خبر نو آوردیم از امریکا پلان دارد تا 6000 ویزای نو را برای افغانان تمدید کند و کسانی که دارای کیس‌های P1 و P2 و حسابی هستند برایشان ویزا میتن و امریکا پلان دارد تا 100,000 مهاجر دیگر را در سال 2024 از افغانستان بیرون کند و کسایی که در امریکا هستند و تا در کمپا هستند برایشان گرین کارت و اقامت دائم امریکا را برایشان بتن. اگر میخواهید که از خبرهای دیگه امریکا خبر شوید، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. خداحافظ و تا خبر بعدی. خداحافظ.